سلام دوستان، خوش اومدیم به چنل عاطفه آیدیاز. من اومدم با یه ویدیوی دیگه توی طبیعت. امروز برخلاف پاپی ماشو و اینا میخوام یکم پتینه کاری کنیم. اول از همه من رفتم یه گلدون خریدم، افسرا اسمشو گذاشتیم. بعد با رنگ مسی کلشو رنگ زدم. رنگم هم رنگ اکریلیکه و از این رنگای براق اکریلیک استفاده کردم. بچه ها حتما برید توی چنلم و همه این ویدیوهامو ببینین، حتما و مطمئنم که دوستشون دارین و لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره، چون واقعا تعداد کسایی که منو میبینن بیشتر از کسایی هستن که منو سابسکرایب دارن. بچه ها اینجا از خمیر تکسچر استفاده کردم. برین رنگ فروشی بهتون خمیر تکسچر میدم. حالا تکسچر ها انواع مختلف داره خمیراش. خمیر بسکت هست، میکرو سمنت ها هستن، ولی خب همون بسکت های سایز کوچیک رو شما بخرین کفایت میکنه. من اینجا دوباره اومدم تقریبا به کل گلدونم زدم، ولی خب حالا شما میتونید یکم هم رندوم تر بزنین. من کلشو پوشوندم که به نظرم بالتر میشه. کلا پتینه خیلی بامزه و باحاله. تو کلا هر کاری که بکنی قشنگ از آب در میاد. مثلا حالا خیلی میگم وای خیلی باید بری یاد بگیری و فلان و اینا. آره یه چیزای اصلی رو باید بلد باشی، ولی اون دیگه هنر توه و خاص توه، فقط منحصر به فرده، یونیکه اون چیزی که حالا تو از آب در میاری. هم دقیقا هم، یعنی مثلا من اینا رو آموزش میدم، ولی شما هر جور که خودتون دوست دارین و سلیقتون میتونین اوکیش کنین. خب الان که میبینیم که این خوشگلا کامل پوشیده شد با خمیر تکسچر، یکم بهش زمان میدیم خودش رو بگیره، صفر شه خمیرمون. و بعد با استفاده از کاردک من این شیار رو روش ایجاد کردم. دستنها بودم، نمیتونستم یکی برام یعنی این شیار رو بزنه، بعد فیلم میگرفتم هم شیار میزدم و بعد روش تسلط کامل میداشتم. مثلا همین دستم گرفتم و این کار کردم. حالا یکم به صورت نمایشی به شما نشون دادم که چجوری باید بکنید، یکم کنده کاری طور. با همین کاردک من این کار کردم، ولی خب شما میتونید با حالا چاقو یا هر چیزی که تو خونه دارین انجام بدین. بعد اومدم با شاپان، اگه که شاپان داشته باشین، شاپان قهوه‌ای، خیلی زیاد زهر شاپان رو گرفتم، یعنی به قلمون زدم و خیلی رنگش رو گرفتم. تهموندش رو کامل زدم روی گلدونم. ببین چقدر بامزه شد، قشنگ پتینه شد، انگار زیر خاکیه. بعد خلاصه که لایک و سابسکرایب با اینا یادتون نره. اینجا هم دیگه دوستم تشریف آوردم و واسه هم یکم چرخوندنش. از دست تنهایی در اومدم. بعد دیگه همین که خودم خیلی دوستش داشتم و خیلی بامزه شد. مرسی که لایک و سابسکرایب هم میکنید، مرسی که ویدیوهامو میبینید. دوستتون دارم، امیدوارم که دوست داشته باشین.